درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریساس هم در چنل پریفان میوزیک. درود عزیزانم، خیلی خوش اومدید. بندم سینا هستم. ما برگشتیم با موزیک. بله، موزیک با ویدیو. یک موزیک بسیار زیبا که مثل اینکه ویدیو هم داره. بله، آهنگ مادر. احتمال بسیار زیاد از اون چیزی که از آهنگای مادر همیشه توی موسیقی تاجیکستان شنیدیم غمگینه تم. آره. ولی میتونه بسیار زیبا باشه. خیلی پیشنهاد کرده بودید که بهرام غفوری بشنویم، میریم و ما اینجاییم که می‌سپاریم. بهرام جان رو بشنویم و در کنار هم حسابی لذت ببریم. اینجا بچه‌ها مادر میگید، مادر این آچه رو کجا به کار میبرید؟ ولی نورمال توی ویدیو کلیپ ها اینا میبینیم آچه رو خیلی میگن. ولی از الان به بعد ما خیلی داریم آچه رو میشنویم. جدید. از کامران به این ور من خیلی آچه به گوشم داره میخوره. نکته ولی ظریف مادر رو شنیده بودیم. حتما برای مادر. پریفان و من توی کامنت ها بنویسید. والا دستتون درد نکنه، بزنید برید. عمری تو آغوش غم شد، قلب من پر از علم شد. عمری تو آغوش غم شد، قلب من پر از علم شد. چشمه‌های نازنینت ذره ذره زیر نم شد. چشمه‌های نازنینت ذره ذره زیر نم شد. عمر تو آغوشی غم شد. خیلی باحال آهنگه. کلیپ خیلی قشنگه که حس روستایی جالبی داره. مادره. خیلی خالصن. آره، کاراشون خیلی خالصه. آفرین. من میخواستم بگم شاید حتی مادر خودشون باشن توی کلیپ، مثلا زندگی خودش باشه و اینکه خیلی یعنی طبیعیه اون بازی که دارن دوتا و فرزند. بهرام جان خیلی صداشون قشنگه، خیلی آرومه. خیلی. چادری سفید بر کرد، خاکی خونوک زیر سر کرد، خاکی خونوک زیر سر کرد. بین دوست و بین دشمن قامتم وای آچه خم کرد، قامتم وای آچه خم کرد. بین دوست و بین دشمن قامتم وای آچه خم کرد، قامتم وای آچه خم کرد. عمری تو آغوشی غم شد.
اینجا به خاطر تو حالا شاعر کلی از کلمه آچه استفاده کرده بود دیگه. فکر کنم خیلی گویش خودمونی ترش باشه. آره. مادر اون حالت محترمانشه، خلاصه که مادرش اینجوری از دست داد و با یک شاید میگم مثلا حس خودش رو توصیف کرده و با یه آهنگ سعی کرده اون حس رو بده بیرون. خیلی غمگینه. رو همه مادرایی که توی این دنیا نیستن شاد باشه. خنده‌هایش پشت سر شد، آرزوهایش به ثمر شد، آرزوهایش به ثمر شد. از همین دنیای فانی مادرم خون جگر شد، مادرم خون جگر شد. از همین دنیای فانی مادرم خون جگر شد، مادرم خون جگر شد. عمر تو عاشقم شد. چه صدای قشنگی داشتی. آره آهنگی که بردمون اصلا توی عالم هپروت و به قول معروف دلگیرمون کرد، ولی خیلی صدای قشنگ. خیلی قشنگی داشت. بهرام غفوری بهرام جان غفوری حسابی میشه خیلی آهنگاشو گوش داد، دلمون صداش رو یه قشنگ جوری بود. کرد. داره بعد دیدیم که کلیپ هم قدیمیه و چند تا ویدیو هم که آخر اومد بالا مشخصا الان یکم سن و سال بیشتری داره و خیلی خیلی ویدیوهای قشنگ. زیادی داده بیرون. قشنگ بود، هم قشنگ. صداشون قشنگ بود، همیشه هم آهنگ آهنگ برای خیلی قشنگ. پدر و مادر خیلی قشنگه، ولی اینجوری که با مضمون خیلی تلخ و از دست دادن و نمایش و صحنه ها بود، صمیمیت نشون داد و یه دفعه مادر از دنیا رفت. اصلا خیلی سخت بود. امیدوارم اونایی که دیدنش مادراشون خیلی هستن سخت بود. سایه‌شون بالا سرشون باشه و آمین. کلی قدرشون رو بدونی. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم با ما همراه بوده باشید و زود برمیگردیم خدمت. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. تا این موزیک دیگه، خدا نگهدار.